از خدا بترسه. دختراتون امروز به حیا دعوت بکنید. کدام کسی دخترش کلان سال شد خودش شوهرش بکاوه، که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن آخر زمان هم میشود که زنا چنان میشوند لشکر میشوند در کوچه شوهر میکوند. این نصیحت کتاب است. بزرگان میگویند در اخیر بعد از سالهای میگذرد در یک مرد 50 زن میرسد. زن در عالم غلبه میکند، مردان کم میشوند. در هر عصر زمان ببین یک فتنه که در این جامعه پیدا شد چه مقدار زن مسلمان خوار شد. بعضی زنان بدنام شدن، چادر حیا از سرشون رفت، قدر دیگه بی قدر شده ماندن. و منزله لطه و ریش که سراغشون نمیکنن. این شما اندیشه داشته باشید. بنابراین اسلام چی میفرمد؟ دین چی میفرمد؟ عقیده چی میفرمد؟